بیا تا بهت بگم چجوری یک فوم قهوه خامه‌ای کشدار درست کنی. اگه دوست داری قهوه‌ت فومدار و خامه‌ای و کشدار باشه ولی دستگاه نداری، این ویدیو رو تا آخر ببین. برای درست کردن این فوم قهوه فقط به یه بطری ساده نیاز داری. اول 3 تا قاشق چایخوری پودر قهوه تازه آسیاب شده رو داخل بطری بریز که خیلی مهمه که قهوه تازه باشه، چون هرچی تازه تر باشه فوم بهتری میگیری. بعدش حدود 100 میلی لیتر آب داغ نه آب جوش رو به بطری اضافه کن. حالا در بطری رو کامل ببند و به مدت 1 دقیقه با شدت بالا تکونش بده. هرچی محکم تر تکون بدی فومت کشدارتر و خامه‌ای تر میشه. بعد از 1 دقیقه وقتی در بطری رو باز کنی میبینی یک فوم قهوه غلیظ و کرمی داری که میتونی باهاش لاته، آیس کافه یا هر نوشیدنی قهوه‌ای که دوست داری درست کنی. اگه این آموزش به دردت خورد سیوش کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده.